ҳаво хунук аст, боз касал нашавӣ. Каме хез. محمود جون، تو گرم شدن گیر بچه. جان، محمود جان، محمود جان بچه بیا با من یاردم. مونده نباشی. تینجی است؟ تینجی مردک. همین خس و خوشاک جمع کرده در آرام. اینقدر بر وقت از کار آمدید. امروز کارم کمتر بود. زرینه از مکتب نآمده است؟ نه، حالا نآمده است. تینجی بود مردک؟ تینجی. گرسنه‌ام، اگر یگان خوراک داشته باشی بیار. شما به خانه دروید. کم ترک دیگر موند. غون دارم. حاضر خوراک گرفته میارم.
بذار چای بکنی. چی در داری؟ چای خودت خود. اگر خوراک باشد با اوچت گو که با من خوراک بیار. مایلاش حاضر میبرم تو. دهتیت میخندی؟ چی میگوی؟ خیر روه اونجا چی؟ ایروی بالای دسترخوان خطی میگذار عقل نیست در این بچه طرفی من میخندم میشکنم خودم کار تکن نه ای بچه چیکار کردی؟ تو چیکار کردی؟ یک گوساله تو خودخوری را یاد میگیری یا نه؟ اینا بین چیکار همه را ریزان راست بکرد تو گوساله چی؟ خولا خوردن نمیتونی چرا ریزاندی؟ همه را دست خونه خیلی کرد تکم شاه جان هیچ گپ نداره مرده. خیلی هیچ گپ نداره اگر همه را رسوا کرد هیچ گپ نه من تازه میکنم هیچ گپ نه مردگی. تازه میکنم ای گوش کن خس آخوت اگر گم شاه از اینجا را بیرون آخوت خور خس من چی ندم اینجا مرده. خیلی مونه چی نه این همه را رسوا کرد هیچ گپ نه تازه میکنم من چی کنم تازه میکنم همه تازه کردی نگاه کن چیکار کرد زیق نشه. را آخوت اگر گم شاه را ها در بیرون آخوت خور آدمی قدر داد نمیزنه آخر داد میزنه از کجا آدم باید بگیره. دون چاتی هم قطی بچه خس را ای چی بلا داریم که یک هفته زیاد شدین قدر داد میزنه عصبانیت تو پینگ پینگ نکن بیسا کم نزن را گوش ها پیش بچه را گوش ها را کارتا کن بچه تا خوراک ده اوقاتی پختگی تا مایت سرت مانه تو میدونی که همین خیلی بدبخت میسنی گیر خوراک کن بچه جون سلام بچه جون سلام چی امروز اینقدر دیر اومدی؟ درسی لباقی داشتم برای همین دیر کردم باز چی شد محمود جون؟ چرا گریه میکنی؟ آتت بازو رو جمع کرد نمان که در سر دسترخوان خوراکش را به حضور خورد بودم با همین کودک روز نداد زود نشه محمود جان بیا خوراکت رو خور جانم جان
مردک مردک در کجا؟ کی؟ اینجا است مردک روز نیم روز شد تینجی کار نمیرید شما چیکار کرده ایزه؟ هزومه کفونا مرده همین کاری تو هست؟ خیر هیچ گپ نی بچه تا خیزان هزوم آمدم مایده کنه دفعه او مردک وقتی که از دست خودم میآید چی کودک سرگردان پیر شده است دیدی تو همون بچه تو ویران کردگی همون روزی دراز خورده خواب است دیگه کار نداره راو گو که بیاید هزوم مایده کنه مردک هیچ گپ نی گفتم که من خودم میده میکنم تازه من رفته کلاشم میکنم مردک دیدی در کجا چیکار کرده گفتن دیدی همه کار تو رسوا کرده اینجا بیا برو شو داره زودتر باش اینجا بیا نزنید پیر شده کار را شبین نزنید یعنی اینجا بیا تیتا برایسته نگاه کن دیدی؟ تبره گیر هزوما رو همه شکفان کنی زودتر باش کنی بینم چخیل میکفانی مردک نزنید کودک او من خودم میده اینجا میکنم ایستا تماشا کن چخیل میده میکنم نگاه کن آخر مونت همون کنده ها رو خودمون میکفانیم من نکن آخر نگاه کن چرا چخیل همون جون رو میزنید آخر انا میخوام مونت دیدی؟ باید بازی کنه ما گیر او تا آخر مونت ما جان گیر بیا یک گلو بیا مردک من خودم میده میکنم ما گیر هزوما رو مایده کن نگاه کنه دیدی هزوما رو بالا خانه انجام خانه دم پوری هزوم است آورده همشا دو کفان کرده بوده جا کده میمونی فهمیدی؟ اگر از کار بیام یک دانه هزوم موندگی باشه میدونی چیکار میکنم؟ زود باش او مردک این قدر بیرحمی نسبت فرزندتون از کجا او من گفتم که خودم میکنم بیسا پت نکن گفتم خودم میکنم نمیشه مردک
шоколад овардам. Раф. Джина шоколаду. Раума. Равху. Не, бачачи. Ман шоколад роназа. Равху да как. نمیگیری ایداست ازما رو جا بجا کردی؟ ها؟ نه دیگه که او چیه گو؟ ای کی کاوگا گرفتی جوا؟ ها؟ کاوگا کی گرفت آوردی جا؟ ها؟ ای هر ستون گنگ شدین کی گرفت کاوگا و بالا آوردی جا؟ ما گرفت مرده. ای روگی مردت سیا تو ای گوشلاقا ایجا بیا ایجا بیا مرده نرسه کودک آخی. ما گرفته آخی. چی کودک میزنی؟ نرسه. چی کودک میزنی؟ از برای ثواب شما انصاف داره نخی. گفتم که یکان تاتون کاوگا نرسه نگفتم و یگان کس نرسیده گفتیم قفصش تازه میکنه مرده. اینقدر دود باید برداشتی. سطحی کاشر شما او خودم که نه دون میتین نه او میتین هیچ گم نداره که یک بارک فروردم دون او عوض کرده. هیچ چیزی نازک های رسیدن ممکن است او این قشما هم وای داده برداشتین جوانی آدم نبوده که یک کاک بوده نمیرسیم دیگه او 100 بار نگفتم که چیزی همین آتتا نرس خدا بگیره آتتا من کار داشتم زنکی جق من بگه در میام فهمیدید میکشم تا اگر یه بار دیگه اون چیزی ماده میرسی نمیرسه دیگه یکون کس یکون چیز تونده نمیرسه قشما هم باید Хай милая доча, бури авval мекун. اگر او فهمد که محمود جان شکسته است باز او را لطکوب میکند. هیچ گپ نی برده میپرده نه؟ آخر او چرا؟ خوبترش بپیچ ای نازنین من کجایی های کجایی نگاری نازنینی من نگاری نازنینی من سلام دادن رو یاد گرفت نشد سوال کنی؟ افتیدو شکست اوتن؟ افتیدو شکست؟ کی شکست؟ اوه همین خیل افتید و شکست مرده کی شکست؟ مردک برای 1 ساعتی کهنه اینقدر عصبی نشوید هیچ گپ نی نوشه میخری گساله این نشد این کار تو ها؟ این کار تو تو کارتی کن اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا بیا اینجا بیا اینجا ای گساله نشد مردک عصبی نشوید شد این کثافت
خانه مرا کثیف کرد. بلا بپسی بلا به خانه آورد. مردک غضبی پروردگار نبیارید. و شما پدر شده قلم بچه ختنتوی نکرده اید. ختنه؟ ختنه بای به یک گونگو کر رو گرنگ چی در کرد؟ همین خیلی که باشد مردک. پگاه من خودم گرفته به دکتر میبرم رو برای ختنه کردن. ای بردنگی ختنه با من در کرده. شما پدر شده اقلا فکری سوادنوکیش نکردید. اقلا به یگان مکتبی مخصوص میدادید که همین بچه سواد یاد میگیرید. نانی خودش صاحب میشد. کجای شما پدر؟ نگاری نازنین من کجای آب بوش سواد چی در کار؟ به یک گون سواد چی در کار؟ اوتا مکتب های مخصوص هستن که برای این خیلی کودکان. آخر چرا شما اینقدر بیرحم و بی‌پروایید؟ آخر اگر دو در جمع زبانی سخن گفتن نداشت. نازنین من زنها اولاد من میدونم چیکار کردنم. با من گپ یاد ندهه. اولاد نگاری نازنینی من کجایی وای کجایی بچشمم سرمریزی من کجایی وای کجایی. الو؟ برای چی تلفن تا نمیبرداری؟ اکا از من برخصودی؟ نه اکا به خدا نگرفتیسم. برای چی تا در کار دادی؟ پولا بیا. نه اکا من یک الو؟ که از کارو بود؟ خیلی بودش میکنم یک کار کردم حتما. تا سوخ کرد. اکا به خدا من اکا یک کاری کنیم که همین کار من بود میکنم که کمک از فرصت انتیم من فرصت میپرسیم حیف. من تا چند روز وقت نبودم. اکا التماس خورم نکن من راست شگم یا کمک اندیشه کنم یا ایسون و اوسون ما برابر کنم من حتما این کار بود میکنم. حالیا سویس تا فکر نکردی؟ پولگیری دا کبالوی. احمق. دیسکا. کارمی. اکا خیلی آخه یه هفته اقلا وقت می بود که من آخه خانه من اقلا در گرامونم من این مسئله را بود کنم آخه اکا خونتا دگرم میمونی. تا دگرم میمونی. من نمیدونم که از پولوی منم برگردم که کار بارو دیگه خیب میشه. فهمی سالی منم؟ همین محلش من دیگه قدیتا 7-8 نمیکنم. دو سه روز دیگه هم یک بگو تیار کنم میشه. تمام.
خانواده میرفته که باشین زودتر باشین زودتر شوین درو کار بسیاره من وقت ندارم مردک اینا ما هم تیار برو کجا میبری اون محمود جان همراهمون بزرگ میره و هیچ کجا نمیره مردک او یگون لباسی گرم نداره کورتکا باید گیریم پای افزول من همون لباساشو میپوشه تمام دیگه گم نزن اوتا چی خیل نمیبرید آخرین در خونه با کی میایستد تنها میسته در از بالاش میپوشیم قلف میکنیم خانه را نگاه و بین میکنیم تمام او مردک چه تنها شیشتن میگیره اون نخود دیلتون نسوزه همون دا دیلم بسوزه اون همون دا دیلم بسوزه بگی یاره خداوند یه فرزند صحت و سالم میداد دلم میسوخ تمام نوش و نعمت دنیا را براش مهیا میکردم یکی وایده چی دیلم بسوزه همون دا چی دیلم بسوزه ای مردکی استغفرالله گویی ای توبه کنید او این قدر برهمی جوهلی نسبت فرزند گوش که بسیار نصیحت نکن زنک بسیار نصیحت نکن میری بازار رفتیم نمیرفته باشی کارم بسیاره من پای کارم میشه محمود جان همراهمون میره نمیروه محمود جان که نروه منم هیچ کجا نمیرم مردک دودرچم رو که نبرید من هم به هیچ کجا نمیروم الو سلام لبای نشناختی من امروز میدونی که باید پولها را سپاری آخی گفتم که 2-3 روز دیگه مکه یک بکن وقتم بوده من همین کارا بود میکنم گفتم که 100 بار وقت نیست تو باید همین رو سپاری فهمیدی تو چیکار آدمی یه بار انصاف کن من هم وقتی من گفتم که تو دینم اصلاحات کردیم 2-3 روز دیگه من همین مرا فرصت من همین کارا میکنم من نمیدونم من همین روز باید دست تو گیرم تمام خیلی 2-3 ساعت من کجا پیدا میکنم آخیرا من کجا پیدا میکنم چه خبر سری من رو میزنی کام
зарина لبه اوچه در سیلوواگی داری؟ ها اوچه مایلش دخترم ناز رفته بیو مالش من خونه همسایه معرکه میرم زود برمیگردم مالش اوچه جان محمود جان اینجا بیو بچه محمود جان من خونه همسایه معرکه میرم زود گشته میبیو در خونه میسی بو یگون چیزا نرسی بچه این کپگوی اوتاتا نرسی که اومده جنگ کنه راو بازی کن راو بچه الو وعلیکم السلام چی؟ ها من دخترش تنجی؟ چی؟ بس آدم دچار شد در کجا؟ در بیمارخانه؟ فهمیدم اوچه دادم بس آدم دچار شده است کی گفت؟ زنگ زده گفتم دوچه بسیار لازم. دکتر احوالی پدرم چی خیلی؟ من حاضر هیچ چیز گفتن نمیتوانم. پدرت وزین است. در حالت بیهوشی است. ما همه کارو کرده است. دکتر که پدرم باهوش میآید. دکتر جان امید هست. شما خواهید نشید. ما بعد 3 ساعت جراحی میکنیم. چه جراحی دکتر جان؟ بدونید بسیار ضرب و جراحاتی بسیار دارد. باید جراحی کنیم. اکنون شما با بیرون برایت منتظر شوید. یا اینکه بهترش به خانه روید. پدو همش معلوم میشه. دکتر پدرم رو دیدن ممکن؟ نه دیدن ممکن است. تماما دیدن ممکن است. فردا میبینید. این چه معلوم بود که بسر ما شما خواهید نشید. همش ناز میشه. من در نزد بیمار هستم. التجا میکنم آرام شد. آرام شد. ما در همینجا میستیم حتما.
سلام علیکم. سلام دکتر جان. احوال شوهرم چطور؟ احوال شوهرتون خوب است. مادرم خوبم. بسیار خوب است. جراحی هم بسیار خوب. خدا رو شکر. خب شما چی نام دارید پسر؟ وای گپ زدن نمیتوانم دکتر جان. او گنگ است. جراحی چقدر گذشت؟ خب شما خواهید نشد. ما همه کارو کردیم. حتما صحت سلامت. همه جای بدنم صحت نشود. حتما صحت نشود. و همه برمیگردن. شما خواهید نشد. لیکن میدونید شوهرتون دیگر گپ زدن نمیتواند. چی؟ ما همه کارو کردیم. چی؟ پدرم گپ زدن نمیتواند؟ خداوندی بزرگ، مرا ببخش برای ناشکری و جاهلیت. من گمراه شدم، تلاش زیستن کورم کرد. در حق فرزندی به من عطا کرده‌ات ناشکری کردم. فرزندی بی‌زبانم که مثل گل است و بیگناه آزار دادم. آهی دلش مرا گرفت. چه اشتباهی نابخشیدنی کردم در زندگی. پروردگار، سزای سری بنده ناشکر و گمراهت همین بوده است. مرا ببخش بچه جان، مرا ببخشید عزیزانم. من نزد شما گناهگار